خب اینجا یه چیز گذاشتم واسه اینجا دست چپت اگه بیای تو CMS static blocks اسمشو گذاشتم left bar. تو این left bar اینجا هرچی بنویسی هرچی بذاری اینجا نشون میده. حالا مثلا میگی معمولا این چیزایی که اینجاست اینجا هم میذاری دیگه، مثلا اون فرشو که من گذاشتم میگی مثلا آپارتمان، بعد اینجا میزنی مستقلات، بعد مثلا اینجا تا یه عکس کوچیک میذاری که مثلا یکی از همه عکس که گذاشته بودم فرض کن اینجا آپلودش میکنی تو کانتون عکس اینو بعد انتخاب کنیم عکس میتونی بری مثلا این عکس رو میاری همه اینو یه ذره کوچیک‌ترش میکنم، از اینجا کوچیکش میکنم فقط که چیزش این عکس هم میذاری مثلا. بعد لینک میذاری مثلا رو این لینک، بعد مثلا لینک اینجا رو میخوای بذاری، لینک اینو میخوای بذاری مثلا آپارتمان یا نه مثلا شود مستقلات بود، مثلا مستقلات لینک اینو کپی میکنی میذاری اونجا، کپی اینسرت، بعد روی اینم دوباره یه لینک دیگه میذاری مثلا همون رو میذاری فرض کن اینسرت، و اینجا میتونی تازه چیزاش هم عوض بکنی دیگه، مثل ورد مثلا این چیزشو حروف بنویسه یا سایزشو زیاد بکنه، فونتشو بیشتر بکنه مثلا همه بذاره همین رو هرچی اینجا میخوای مینویسی میذاری سیوش میکنی میاد اینجا. بعد راد کلیک میکنه میره تو لینک که تو دادی مثلا اینم که همون مثلا از اینجا بیه تو مستقلات اوکی این هم مثل این